گر مفتی و مولایم باید ز خدا ترسیم، گر قاضی و مولایم باید ز خدا ترسیم، گر عاشق شیدایم یا بیهود و رسوایم، گر عاقل دنیایم باید ز خدا ترسیم، گر عاشق شیدایم یا بیهود و رسوایم، گر عاقل دنیایم باید ز خدا ترسیم. صد همدم و همراز است امروز به ما، اما در گرچ و تنهایم باید ز خدا ترسیم، گر مستی می نابیم، گر مستی لبی یاریم، گر از همه بالایم باید ز خدا ترسیم، گر مستی می نابیم، گر مستی لبی یاریم، گر از همه بالایم باید ز خدا ترسیم. به نام خدای بخشنده و مهربان، از خدا بترسی و اطاعت نکنی منافقان را. آن ذات پاک از احوال شما خبردار است. توکل کنید به خدا که او نگهبان و کارساز و بنده نواز است. بسیار مهربان است پروردگاری بلند قدر. با این همه دانایی، با این همه دارایی، در زیر زمین جایم باید ز خدا ترسیم، با حسن و جمالی خود مغرور نباید شد، گر از همه زیبایم باید ز خدا ترسیم، گر رستمی دنیایم داننده فردایم، هرچند توانایم باید ز خدا ترسیم، گر رستمی دنیایم داننده فردایم، هرچند توانایم باید ز خدا ترسیم، گر از همه بالایم باید ز خدا ترسیم، گر از همه دارایم باید ز خدا ترسیم. افسوس که ما بزرگان نشناسیم، آنگاه شناسیم که کجا شدن آنها. حضرت امک حاج بابای خدا رحمت کند و صحبت‌های شما بسیار شد. خدمت‌هایی که برای ویا از فرامرز کردگی، اکو الهی پروردگار همون خدمت‌هاشون رو خودش قبول کند و مونس قبر قیامتشون کند. من امروز رحمت خدمت‌های همون گذشتگی‌ها که امروز فرزند و نبیره‌ها امروز در حق بدر مادر دعا کردن، چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گذشتگیاتون رو یاد کن تا
یک برده نان کتی. اگر یک برده نان به شرایط نباشد یک کاسه آب کتی. اگر یک کاسه آب نباشد دعای قرآن خوند. اگر قرآن خواندن اگر یگان کسا رو دعا گفتن. امروز شما بر حال امت امامنی که امروز فرزندهای و نویره‌ها نان هم داشتند، چای هم داشتند، تلاوت قرآن هم ساخت. و انشاءالله من آش آمد بسم الله بودتون و آش گل وقتاتون نمیگم شما. حضرت داملا با امید اومدگی داملا یکی از خط کننده دانشکده‌های اسلامی پایتخت ما دوشنبه انشاءالله 10 سال زود هم بجاگه بسیار در پیش استاداشان آدمای بزرگ تحصیل کردگی کم صحبت مرد کنه صحبت هر ناسزاوار سر داد کنه. اما من آش آمد بسم الله آش گرفتن انشاءالله حضرت داملا گل گردن کنم بعد آش هم در خام کردن دیگه جمع بس کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر. اولین استاد معنی ای بزرگوارم پدر، همدمی هر شادی و غم نام بردارم پدر. در تلاش پاک زیستن پندی تو استادی من، رهنمای زندگی ای پاک رفتارم پدر. ای بزرگوار نام بردار پاک رفتارم پدر. قبلگاهی خاندانم کعبه دیوارم پدر. ای بزرگوار نام بردار پاک رفتارم پدر. قبلگاهی خاندانم کعبه دیوارم پدر. زندگی دارد مرا هر لحظه یک امتحان، در بلند و پستی هایش تو مددگارم پدر. نیک خواهی مردمی بودن شعاری قلبی تو، خاکساری دست کشادم شمسی روزگارم پدر. ای بزرگوار نام بردار پاک رفتارم پدر. قبلگاهی خاندانم کعبه دیوارم
نتوسل إليك أن تؤتنا خير الدارين ونسألك رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعينا ذاكرا ولسانا ذاكرا وقلبا وشاكرا ولا تقنطك برحمتك يا الله. اللهم أصلح حالنا وحال أمتنا وأزواجنا وحال أقوامنا وحال أقوامنا وحال جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدنيا وبعد وضع يا شجاع رحمة خدا حضرت در هر یک نمیانگی شدگی یا خودش کن هم میانگی شدگی آباد و خاطر کنی بخشی هم شده بیان و حرمت آقای خدا داشت نوجوانان خیرات و زخم سعادت طالبان حکمتی پیغمبرانه در کلامی شیرینه خوش زبانی مهربانم نوری گلزارم پدر ای شد کفایه بر مظفر یک دعای خیر تو خاکساری مهربانم نوری